أين الرجال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله، ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسان باد که به ایشان پیروی کردند. شهادت می‌دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. و مع الکلمة الثالثة عشر. امروز ما آیید کلمه 13 برنامه امان که آن کلمه رتل یعنی آهسته خوان می باشد صحبت خواهیم کرد. او تعالی در کتاب خود حق را بیان کرده گفت و قرآن را آهسته و روشن بخوان. باز گفت و آن را به آهستگی و ترتیب فرو خوانیم. امام قرطبی در تفسیر خویش نوشته است رتلناه ترتیلا یعنی تدریجا نازل کرده است. ابو سعود و ابن عباس این آیت را به طرز ذیل تفسیر نمودند، به طرز بهترین با صوت خوش و تناسب بیان نمود. و عن السدی ابو سعود در تفسیرش چنین گفته است آن را به طور بهترین بیان کردیم. قال مجاهد جعلنا مجاهد گفته است که معنای آن را پی هم یعنی پی در پی فرستادیم. نرتله ترتیلا. محض همین خیل به قرآن باید مناسبت کرد، یعنی آن را آهسته با دقت و در معناهایش تفکر کنان باید تلاوت نمود. ثم به دنبال این باید موافق آن عمل کرد. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. صحابگان الله از آنها راضی باد عیناً چنین رفتار نموده آیات را می آموختند، معنایش را فهمیده از یاد می کردند و سپس موافق طلبات آن رفتار نموده به آموزش آیات دیگر می پرداختند. امروز ما می بینیم که بسیاری از مسلمانان در خواندن قرآن سهلنگاری می کنند. آنها آن را با 7 نمود قرائت با سرعت تیز می‌خوانند و قرائتشان را ثبت می‌کنند. آن را به توقف تیز قرائت نموده آیدی معناهای آن تفکر نمی‌کنند و طبیعی است که موافق آن عمل نمی‌نمایند. چون این مناسبت آنها خلاف طریق پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابشان است، زیرا معلوم است که آنها هر یک حرف قرآن را روشن تلفظ می‌کردند و طبق احکام آن عمل می‌نمودند. این چنین در وضع کنونی مسلمانان را دیدن ممکن است که قرآن را با رعایت تجوید روشن قرائت می‌کنند، اما فرمان‌های و بازداشت‌هایش را رعایت نمی‌نمایند و با این باعث به غضب الله می‌شوند. بیشک به ما لازم است که به قرآن برگشته آن را تلاوت نماییم و معناهایش را درک کرده آنها را به دیگران طبق تقاضای معماهای مهم و واقعیت امروزه بیان کنیم. کدام حالت میتواند از حالت بزرگتر باشد که مسلمانان در آن تلاوت قرآن را زیر سایه دولت اسلامی میکنند که مقام قرآن را حفظ نموده احکام آن را رعایت مینماید و به تلاوت درست آن تشویق میکند. ما از تو میپرسیم ای الله و ما دولت خلافت راشده را بر منهاج نبوت عطا فرما که در آن قرآن را آهسته حرف به حرف تلاوت کرده فرمانهای و بازداشتهای آن را رعایت نماییم. تماشابینان گرامی، اگر خواهید که نوارهای ما زود و بردوام برآیند، پس زیر کردن تکمچه لایک را فراموش نکنید. البته در شبکه ما ابونه شوید و ویدیوهای ما را به دیگران برسانید، زیرا رساننده مثل عمل کننده صاحب مکافات میگردد.